اکثریت میگویند که ما ملا رو به خانه میبیاریم یا اینکه داملا رو به خانه میبیاریم و بعد از آن میگویند. آیا کفایه نیست که مثلا پدر خودش امروزها در وقتی تولد شدن کودک بعضی در اکثریت دولت ها اشراق میکنند؟ بله. کفایه نیست که پدر خودش از آن گوید؟ بله باید پدر گوید. یعنی ملا آوردن این نه یگان معنی دارد؟ شرط نه. شرط نیست. الله اکبر نخواد این کلمه های هم آدمی عامی نداند. از آن یگان جای مشکلی ندارد. همین درست تلفظ کردن باید هر آدم داند، چون که اگر در رفتم مثلا در یک صحرا یا در یک بادیه باشد و وقتی نماز شد از آن گوید. از آن باید همه داند، هیچ گپی نداره. الله اکبر یگان مشکلی ندارد. همین کلمه های از آن به گوش کودکش خودش گوید، حاجتی یگان داملا آوردن نیست. شاید بعضی ها میگویند که ما کی هستیم و یعنی که یک بنده گناهگار هستیم و از این خاطر یگان نفر رو بله مثلا مولا داملا متیسر باشه، آسان باشد آوردنش. مثلا از در غریبی مولا یافتن هم دشوار است مثال. یا بله یک آدمی علمدار آمده اگر از آن گوید و با یک نام تعیین کند و یا نامی که شما اختیار کردید از بین ناماتون این نامش درست است گفته ناماتون اختیار کند و یک چی کند، یک تحنیک کند، خوب است یک آدمی علمداری به تقوا باشد.